خانم‌ها خیلی وقتا نیاز به حرف زدن دارن، درد دل دارن، گفتن بعضی موضوعات دارن. جدا عرض میکنم شنونده باشید، معجزه میکنه. بعضی وقتا حق هم ممکنه نگه، بعضی وقتا ممکنه بی‌انصافی هم داشته باشه تو صحبتاش، ولی شما شنونده باش. چون زنان نمیگوین تا راه حل پیدا کنند، زنان میگوین تا رها شوند. همین. خیلی از خانم‌ها که میان مرکز مشاوره برای صحبت با ما، من فقط خوب شنونده میشم، میخوام پناه بشم واسش. شروع میکنه حرف زدن، احساس میکنم خیلی دلش پره، میگم بگو. شروع میکنه، منم میگم عجب عجب، الله اکبر، عجب، یا الله یا الله، عجب، ها شوهرت، ها یا الله، خانواده شوهرت، قوم الظالمین، قوم. این زنه میگه 1 ساعت خورده حرف زنه، 2 تا تایم، چون چای ما 45 دقیقه.